دانش اعلی و رفتاری نمونوی قابلیت تشکیلاتچی دوست داشتن وطن احترام به ارزش‌های ملی و سهم ارزنده گذاشتن در کارهای جمعیتی با چنین خصلت‌ها این خوانندگان داوطلبان آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع میباشند. برای گذراندن آزمون تالاری واسع جدا کرده شده برای داوطلبان شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. آزمون با اشتراک والدان دایر گردید. آنها رفتی آزمون را آزادانه مشاهده کردند. در آزمون امروزه از 72 مؤسسه تعلیمی و اینچنین لیسه و مکتب اینترنت ها بهترین خوانندگان برای اشتراک در آزمون گیرنده استیپند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع شرکت ورزیدند و این آزمون در اساس دستور و سپارش‌ها و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهر هوسمند گردانیدن خوانندگان با استعداد و بالیاقت و خوانندگان اعلی‌خوان پیشنهاد کرده شده است و این آزمون در سال‌های میانبرده شمارش در ناحیه واسع کمتر بود و امسال بود در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان این شماره‌ها مطابق شماره جوانان شهر و ناحیه‌ها تقسیمات کرده شد که امسال از بین این اشتراکچیانی که امروز شما شاهد حال رفت آزمون امروزه گشتید بهترین ها در شماره 76 نفر به عنوان گیرنده استیپند پرزیدنتی در ناحیه واسع مشرف می‌گردند که این برای هر یک خواننده‌ای که حس بلند وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی دارد مایه افتخار است و ما نیز مسئولین برگزاری آزمون امروزه کوشش می‌نماییم که آزمون امروزه را در اشتراک پدر و مادران شفاف برگزار نماییم و توانیم که در آینده بهترین ها را به این عنوان کسب نماییم. سال گذشته در ناحیه واسع 9 نفر گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است. باعث خوشبختی است که این رقم امسال یک چند مراتب زیاد گشته است. ما جوانان دوران صاحب استقلال خوشبخت از آن هستیم که چنین سرور چنین پیشوا داریم. امروز تشکیل ادرارپلی ها، تشکیل از نوسازی مکتب های زمانوی این سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی می باشد. ما با سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی صدقاً جوابگو بوده با بهای خوب و علا و انتظام نمونوی مکتب میانه را ختم نموده بعد ختم مکتب عالی بهر گلگل شکوفی تاجیکستان عزیزمان صادقانه خدمت خواهیم کرد. امروز در آزمون گیرنده استیپندیای پرزیدنتی بسیار هم شفاف و با اشتراک معلمان با نظارت معلمان میگذرد. استادان بلند مرتبه در اینجا رفت آزمون را اداره میکنند و ما را از چخل گذشتن آزمون شهادت میدهند یعنی که نشان میدهند. ما امروز بسیار هم خوشبخت از آن هستیم که در چنین مملکت چنین دولت آباد و زیبا زندگی نموده بهر گلگل شکوفی تاجیکستانمون صادقانه خدمت میکنیم. خدمت به وطن قرض هر یک شهروندی تاجیکستان است. آزمون جانباز گردیده 76 نفر گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع معین گردیدند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.